شکایت ها از فرودگاه بین المللی دوشنبه. چند نفر برایمان نوشتند که برخی از مسافران را گویا با سبب ندانستن زبان روسی به پروازهای سمت روسیه راه ندادند. این شکایت کنندگان آماده نشدند مشکل خود را در نزد دوربین شرح دهند و ما خواستیم وضعیت را از نزدیک ببینیم. دو سه روز است در فرودگاه دوشنبه به مسافرانی که به روسیه باید پرواز کنند به دلیل ندانستن زبان روسی در سطح معاشرت عادی اجازه پرواز نمیدهند. به اطلاع برخی منبع‌های رادیو آزادی، نماینده‌های مقامات تاجیکستان بیشتر مسافرانی را که بار اول پرواز میکنند سوال جواب می‌نمایند و اگر سطح دانستن روسیشان کافی نیست با آنها یا اجازه پرواز نمیدهند یا توصیه میدهند که از پرواز خودداری کنند، زیرا با گفته آنها میتواند این مسافران را از فرودگاه‌های روسیه برگردانند. در آن حالت پولی را که برای خرید بلیط صرف کرده‌اند برگرداندن نمی‌شود. در خزینه‌های بلیط فروشی دوشنبه وجود این مشکل را برای آزادی تصدیق کردند و برخی نماینده‌های این خزینه‌ها گفتند که حتی نماینده‌های مقامات با آنها گفتند که پیش از فروختن بلیط دانش زبان روسی مزاجانشان را سنجش کنند و اگر دانستن روسیشان خوب نیست با آنها بلیط نفروشند تا مشکلی بازگرداندن پول بلیط پیش نیاید. حالا معلوم نیست که کدام مقامات تاجیکستان مسئول این کار است و به چه دلیل مسافران را اجازه پرواز نمی‌دهد. مسئولان فرودگاه دوشنبه وجود این حالت را رد می‌کنند. این گفته ها اساس واقعی ندارند. علال خصوص پس از مراجعت شما روز گذشته در طول یک شبانه روز گذشته شخصان مسئول از خدمات های کاری فرودگاه از جمله سرداران بعضی خدمات ها و شخصا من جریان خدمت رسانی پیش از پروازی مسافران را نظارت کردیم. خاصه سوارشوی مسافران در خطسیرهای سمت دوشنبه مسکو مورد نظارت جدی قرار گرفت. پیش از پرواز یا از پرواز باز داشتن مسافران خاصه زنها با سبب‌هایی که در درخواست شما ذکر گردیده بود ظاهر نشد. اما رادیو آزادی یکی از چنین مسافران را پیدا کرد. هرچند اون نخواست در نزد میکروفون صحبت کند ولی تایید کرد که محض برای ندانستن روسی نگذاشتند سفرش را ادامه دهد. خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی گفت که همیشه به مهاجران توصیه می‌دهد پیش از رفتن کسب و زبان آموزند. اما این نهاد میگوید این اقدامی نو نیست، همیشه بود. از جانب خدمات یگان توصیه حتمی داده نمی‌شود. اگر چنین حالت جای داشته باشد هم مقدمه خدمات نیست. اما حقوق شناسان میگویند هیچ کس حق ندارد برای ندانستن یا خوب ندانستن این یا آن زبان مانع سفری شهروندان شود. اما وقتی که بدون وارد نمودن یگان تغییرات دیگر به قانونگذاری تاجیکستان در فرودگاه یک نفر مسئول فرودگاه یا دیگر نهاد با سوال علاوگی به شهروندی که به روسیه می رود و بگذار هدفش مهنت باشد کوششی معین نمودن و آشکار کردن سطح زباندانی و ذخیره لغوی او است، این غلط است و از نقطه نظر حقوق این کوششی مائل نمودن نفری که نیت رواعه را به روسیه دارد جهتی دادن پاره و در این زمینه به وجود آوردن مناسبت‌های کورپسیونی نیز بوده است. از این خاطر این کار را باید پیشگیری کنند و در حال عکس العمل نشان دهند نهادهای مربوطه با صلاحیت تا که مانع‌های غیر قانونی پیدا نشود. مهاجران تاجیک پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی در کنار مسکو که مقامات روس در آن اساساً زادگان تاجیکستان را عیبدار کردند به سختی‌های زیاد روبرو شدند. در فرودگاه‌های روسیه خصوصاً مسکو و سنت پترزبورگ پس از این حادثه صدها مهاجر تاجیک را با بهانه‌های گوناگون ساعت‌ها در شرایط دشوار نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان برگردانیدند. تلاش‌های مقامات تاجیکستان برای اصلاح وضع تا حالا یعنی قریب پس از 3 ماه حادثه نیز نتیجه دلخواه ندادند. پیشگیری از پرواز بعضی مهاجران به روسیه احتمالاً برای کاهش دادن مشکل جاری شده باشد.